در نشست مطبوعاتیش رئیس جمهور قرقیزستان المازبек Атамбоев از اینکه نفری از ژورنالیستان به او به عنوان پیشوای ملت مراجعت کرد سخت ناراحت شد و گفت در بعضی کشورها پوشیدن طاقه سفید یا گذاشتن ریش را منع کرده اند. نظر من این است که قرقیزستان با راه خودش می رود و این درست است. منع کردن کاری آسان است. منع کنی راه به هیچ کجا است. خوب، جماعت تبلیغ را منع کردید. فکر میکنید آن نابود شد؟ نه، فعالیت دارد. تنها روزی میتواند به حرکت اکستریمیستی تبدیل یابد. ما باید راههای فهماندهی را انتخاب کنیم. پیروان جماعت تبلیغ دعوتچیانند. ریشها را میتراشید. پوشیدن طاقه را منع میکنید. پس روزی میرسد که آنها به دست سلاح میگیرند. در مورد نقشه آینده‌اش که آیا به فعالیت سیاسیش ادامه خواهد داد، رئیس جمهور قرقیزستان گفت هیچ نیت پرزیدنت باقی ماندن، سروزیر یا رئیس پارلمان شدن ندارد، چون در 2 سال تا انتخابات خیلی خسته خواهد شد. در مورد پیشگیری هجرت جوانان اتمبایف گفت نمی شود با زور جوانان را نگاه داشت. البته خوب نیست یک نفری که معلومات عالی دارد ظرفشویی کند. بنابراین ما با کشورهای عربی در مورد شرایط کاری برای شهروندانمان صحبت کردیم. با کشورهای اروپایی هم مشورت خواهیم کرد. بگذار قرقیزها انتخاب داشته باشند که اینجا کار کنند یا آنجا. به سوال خبرنگار عایدی داشتن تجارت در ترکیه، اتمبایف گفت اگر در خدمات دلخواه کشور تجارت او را پیدا کرد مالی اوست. در مورد اختلاف ترکیه و روسیه، رئیس جمهور قرقیزستان از هر دوی این کشور دعوت کرده است آشتی کنند.